عظما اجازه هست؟ بلال ابرام جان، ببینم چی زر میزنی. فقط به پا با اون 6 کلاس سوادت آبروی ما رو نبری. بله. السلام علی امام القاتلین و صاحب الباطلین، همان امام گاگول ها که اول بار طناب اعدام رو به دست بنده داد و من رو با طعم شیرین جنایت و ولایت آشنا کرد. و سلام بر مقام عظمای حماقت، بزرگ آفتابدار عالم امکان که برای تنظیف بنده از هیچ آنگوزمانی فروگذار نکرد. شرط ادب این بود که بنده پاهای ناقص مقام عظما رو مورد ماچ مالی قرار بدم، اما بوی جوراب ولایت با وجود واکسن فایزر این توفیق رو از بنده سلب کرد. اینجا بنده اجازه میخوام که پاچه های مقام عظما رو مورد خارش قرار بدم. آخه مشنگ، تو تنفیذ دست رو میبوسن نه پا. بحث رو عوض کن که زود زدی. بله، از گروه موسیقی میخوام که با یک موسیقی ولایی فضا رو ملکوتی کنن. عظما باید قرش بده، عظما باید قرش بده، با یه نم اشوه یه هوا که رشمه. بسه آقا جان، عجب لوکوموتیر ما رو به حرکت در آوردید تا از ریل خارج نشده و از روی جسم ناقص مقام عظما رد نشدیم قطعش کن. البته بنده بعد از آرای باطله مقام دوم رو کسب کردم، ولی به اذن مقام عظما از صندوق برون جهیدم. اگر عشق اعدام جوانها و اغتشاشگران نبود و اگر پول و پله‌ای که توی این ریاست جمهوری هست نبود، بنده هرگز آفتابه ریاست جمهوری رو به دست نمی گرفتم. این شیخ فری که اینجا مثل اورانگوتان نشسته داره من رو نگاه میکنه، تو 8 سال گذشته آنچنان گندی زد که امام راحل به خواب من اومد و گفت ابرام داراکولا خودت دست به کار شو و الا عنقریب است که لوکوموتیر مردم از روی جنازه نظام عبور کنه و اون وقت هیچ آنگوزمانی دردی از دردها را دوا نخواهد کرد. خطه بمیر بابا. در اینجا از همه شما جماعت آشولاش و خیل بسیجیان و ارازشه اساکیل جمع اسکل کمال تشکر رو دارم که در این پروپاگانی شرکت کردید. در اینجا با اجازه مقام عظما رو به امام میکنم و میگم ای امام گولاخ، این نظامی که از حلقوم تو در اومد و نصیب این ولی فقیه ننه مرده شد به جایی نخواهد رسید. اینطور که بوش میاد قرار من شاسکول هم ته این نظام رو ببندم و بشینیم با مقام عظما تهدیگش رو بخوریم. و السلام علیکم و علی اعدام الاجمعین و خاک تو گور امام لعین.